با تغییرات عمیقی که هوش مصنوعی به همراه خواهد داشت، ما به چیزی بیش از راه حل‌های تکنولوژیکی نیاز داریم. ما به چشماندازی برای جامعه‌ای نیاز داریم که در آن مردم بتوانند در کنار ماشین‌های هوشمند رشد کنند. نکته کلیدی تمرکز بر چیزی است که ما را منحصراً انسان می‌کند، توانایی ما در مراقبت، خلق و ارتباط. در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند داده‌ها و اتوماسیون را مدیریت کند، نمی‌تواند همدلی، خلاقیت یا قضاوت اخلاقی انسان را تکرار کند. برای مهار مزایای هوش مصنوعی بدون تسلیم شدن در برابر مشکلات آن، ایجاد شبکه‌های ایمنی اجتماعی قوی بسیار مهم است. درآمد پای جهانی او یکی از گزینه‌هاست که ثبات مالی را در حین انتقال افراد به نقش‌های جدید ارائه می‌دهد. با این حال، حمایت مالی به تنهایی جای خالی مشاغل سنتی را پر نمی‌کند. ما همچنین باید فرصت‌هایی را برای مشارکت معنادار ایجاد کنیم، نقش‌هایی را در مراقبت، آموزش و زمینه‌های خلاقانه که در آن ارتباط انسانی بیشترین اهمیت را دارد، تشویق کنیم. آموزش نیز باید تکامل یابد. به جای آماده کردن دانش آموزان برای کارهای تکراری که ماشین‌ها به زودی در آنها تسلط پیدا می‌کنند، باید بر آموزش تفکر انتقادی، هوش هیجانی و سازگاری تمرکز کنیم. یادگیری مادام العمر به یک ضرورت تبدیل خواهد شد و برنامه‌های بازآموزی به کارگران کمک می‌کنند تا به سمت مشاغل جدید گرایش پیدا کنند. با ایجاد تعادل بین پیشرفت تکنولوژی و انسان محوری با اتخاذ سیاست‌هایی می‌توانیم آینده‌ای را تضمین کنیم که در آن هوش مصنوعی به جای تضعیف زندگی ما، آن را بهبود بخشد. انتخاب‌هایی که امروز انجام می‌دهیم تعیین خواهد کرد که آیا هوش مصنوعی به ابزاری برای شکوفایی انسان تبدیل می‌شود یا به نیرویی که شکاف‌های اجتماعی را گسترش می‌دهد.